سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو امروز. اومدیم با یه ویدیو فرمول وان که توش یه کمی نوبم، یه کم که نه خیلی، ولی اومدیم که براتون بازی کنیم. لا 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 بریم. لاستیک زرد عشق تیم ما، لاستیک زرد خوش تیپ ما، لاستیک امید تیم ما. از یه ویدیو دیگه گرفتم هم ولی انقدر صدای باعث زیاد بود، صدا خودم نبود، ولی فر سر همه تون من هلیکوپتر هم میگیرم. ببینید به به ما گرفتیم. چه رفتم تو دیوار، اشکالی ندارد. به به اینجا یه پیچ تند. خب دیگه بریم سراغ ویدیو اصلی مسابقه. بزن بریم. ویدیو چه مسابقه شروع شد و بریم با لاستیکای زرد دوباره. بچه آماده اید؟ به به بریم سراغ مسابقه. 3، 2، 1 بریم. باز 3، 2، 1 سامور جیکی براتون لگ میخوره که یه ویدیو خوشتیپ براتون. اونو گاف میپیچه جلو آدم، اشکال نداره. میریم یه دست دیگه بچه، بریم برای دست خوشتیپ بریم. 3، 2، 1 بریم. اصلا همه چراغام نیومده. کیف مدرسه. به درد کسی خوردی، به دردت نخورد، به دردش بخوری به درد نخوری. از استاد علی کتگن. ما همیشه تو زندگیتون به یاد داشته باشید. خدای جدا از شوخی خوب حرف میزنه. به درد کسی خوری، به درد نخوری، به درد خوری، به درد نخوری. واقعا نه کسی مدرسه ای برو من تو رو یدک میکشم. یکی با من یدک بکشم. سه مکمون برداشتم که اون آبی اسمش چی بود، اونو یدک کشید. سه برداشتم. بچه بگم چرا لاستیک زرد برداشت. گاوانا اون ویدیو اینقدر خوب در اومده بود، همون صدا نگاه مثلا که لاستیک اشکال نداره. بچه بازی شروع شد و لگه خورو اومد. یکی اینجا باشه دیگه. اینجا بچه اینجایی که دارم بهتون میگم، اونجا مثلا دمای لاستیک و سرعت و ماشین چقدر سالمه، چیا داره چیا نداره و مثلا چیش کنده شده و نشون خط کشیدم دورش براتون. نگاه میبینیش براتونش میکنم. ببینید بچه این علامت باده همون جایی که خط کشیدم گفتم براتون.
خب این علامت لاشخوریه، یعنی تو داری لاش میخوری، داری از باد یکی دیگه که داره برات باد میشکافه، اینجور بادو میشکافه میگه، تو داری پشت سر اون راه میری که باد برات شکافته شه. الان بادو برام نمیشکافه، من که پشتش چون سرعت نداره و سرعتش بره بالا. الان میشکافه، ببینید علامت لاشخوری بیا، علامت لاشخور این علامت لاشخوریه که اومد دیدید این باده است، این باده که میگه داری لاشخوری میکنی، لاشخوری نکن بعد گفت this is a cow. جالبه اونا پنالتی نمیگیرن، من فقط پنالتی باید بگیرم. یکیشونو بزنم یه خورد دیگه نمیخوره، چه نخوره، چک نخوره، چه نخوره. کشتی پا نگاه چقدر عقب. میگم من دارم با اینشات براتون ادیت میزنم، اون ادیت های ویدیو کوتاهی که بکنم نمیدونید، اون ویدیو ها رو دارم براتون با اینشات. این آخری رو براش 1 ساعت زحمت کشیدم، قشنگ 1 ساعت و نیم اینا وقتم رو گرفت. نگاه لاشخوری داره میکنم، ولی من اجازه میدم لاشخوری کنم، اگه لاشخوری نکنه میره همه دیش لاشخور رو میزنی بهش. اشکال ندارم بچه، این دست رو رفتیم، چه باختم چه نباختم ویدیو رو خدایی داشتم میگفتم خدایی من اون ویدیو رو زحمت میکشم، تو رو خدا لایک و ساب و اینا یادتون نره دیگه. الان هم بازم میگم لایک ساب کامنت یادتون نره، عشقای خودمید. اما دست تمرینی که میخواد ما تمرین کرده ایم. سوس ماس سکم گرفت. یه چیزی نمیدونم بسه الان میگم اونا که لاستیک قرمز انداختن من خوب داره، نه این میشه 150 درجه اصلا شتاب دیگه نمیگیره، بیشتر از 150 تا 200 دیگه نمیگیره. اونا رو بمیدم اونا رو بمیدم بریم واکنش من سرعت برق و باد، واکنش گوشیم حلزون. من میزنم رو دکمه 3 ساعت بعد راه میفته، مگه اینکه زودتر بزنم. اوف خب بعد بزنیم که این دسته بزنم دیگه تمام میشه. این بود از این ویدیوی باخت من. اگه ویدیو دویل کالاف هم میذارم براتون. این بود از این ویدیو، فعلا بای تا هفته بعد. البته اگه نشده مرسی که این ویدیو رو دیدید، لایک و ساب هم یادتون نره. بای